تشکر دخترم، خدا ازت راضی باشه. اینو مصرف ما بگیرین لطفاً. دقیقاً ما بالای قلیاز بسیار قهر هستم، اما این موضوع فرق میکنه. ده وقت آمدن خانم رفیق قره دیدم. بهار هیچ خوب نیست. به هر صورت از او بیشتر مزاحم نمیشم. من دیگه به خاطر بهار آمدم. خوب دیگه. ما میرم. داینده اگه چیز ضرورت شد به من بگوین. زنده باشی، خدا ازت راضی باشه. تو انسانیتت انجام دادی، بزرگیت نشان دادی. خاله غنیمت، خانم سریا اینا رو روان کرد. گفت که ایام از طرف ماست. زنده باشه. از خانم سریا تشکر کنی. میفهمین که چی شده؟ او بهار کس نه؟ او به خاطر کاری که با پدر خود و افسون کرد بسیار پشیمان است. بسیار مریض شده، اما خانواده خدا بخشیده. راست میگی دختر؟ بله راست میگم دیگه چیه؟ من خوش شدم. همگی میخواست که اونا با هم آشتی کنم. خوب است. حالی که اونا آشتی کردن مامم رای افسون آشتی میکنم. کل چیز قسمی که من میخوایم پیش خاط رفت. چی درست قسمی که تو میخوای پیش خود رفت ها؟ نیست، چیزی نیست. حرکت کو حنیفه، حرکت کو. اوف مادر. او چطور است؟ از وقتی که شما رفتین هیچ بیدار نشده. شفا باشه. بسیار زیاد تشکر. بیا 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 بیا. بیشی آتش. میفهمم انتظار داریم که شما رو مادر صدا کنم، اما چه قسم مادر صدایتان کنم خاله حسرت؟ و چه قسم آقا محمد امیر پدر بگویم؟ چطور دفعتن همه چیز قبول کردم